فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی که برادر شیعه هستن گفتن، آقا معین از ایران گفتن که آیا تغییر دین از مسلمان بودن به مسیحی گناه دارد؟ و بیننده بعدی نیز راجع به این قضیه گفتن که ما شیعه هستیم اما خودمون هیچ حق انتخابی نداشتیم، فقط به ما میگفتن که خروج از دین یعنی مرتد شدن. و دو تا سوال شاید به هم ربط داشته باشه، یعنی تغییر ایشون دیگه ظاهرا میخوان کلا به خاطر چیزهای بدی که شاید مذهبشون دیدن کل دین را ترک کنن. بیننده عزیز به جایی که از یک دایره شرکی به دایره شرکی بالاتر یک انتقال بکنن، بله، یعنی برای اونها لازم است که اولا دین اسلام، مطالعه درستی از دین اسلام و قرآن کریم و تعلیمات توحیدی از او برای خود پیدا کنن و تلاش کنن که اسلام درست بفهمن و توحید و سنت که اساسات دین مبین اسلام هست با اونها اطلاع کافی پیدا کنن. بعد از او، یعنی بعد از او کاملا نفسا و قلبا اطمینان پیدا خواهند کرد که جز اسلام دینی دیگر قابل پذیرش نیست. ورنه مسیحیت هم مرکب از شرکیات و خرافات بیشماری هست که کمتر از خرافات تشیع 12 امامی نیست، با بعضی کفریات اضافه تر دیگری که در مذهب تشیع شاید نبوده باشد و چیزهایی در مذهب هست که در او نیست. پس بجای رو آوردن با کفر باید با اسلام درست رو آورد و مطالعه درستی از توحید الله تبارک و تعالی و از دین الله تبارک و تعالی و از خود قرآن کریم بدور از الهامات این و آن قبر پرستان و امام پرستان و ولی پرستان دیگره برای خود پیدا کنند و قرآن کریم با ترجمه عادی و در دسترس هست که میتونه که از او بهترین تعلیمات اصلی قرآن کریم را و تفاسیر علمای اسلام موجود و در دسترس هست و در سایت عقیده در سایت کتابخانه عقیده میتونن که با کتاب‌های مختلف در از تفسیر قرآن کریم و از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از شبهات و نقد شبهات و رد اشکالاتی که دشمنان اسلام بر دین مبین اسلام دارند، چی رسد که دشمنان داخلی بوده باشند یا دشمنانی، یعنی دشمنانی مستتر یا دشمنانی علنی و صریح، هر آنچه که دارند راجع به شبهات از اونها و نقد انتقادات نادرست و شبه افکن اونها کتاب‌های متعدد وجود دارد در کتابخانه عقیده و اسلام، کتابخانه عقیده، یعنی با دامنه 1500 کتاب در او هست. پس میتونن که از استفاده کنن و خود به اسلام برسانن به جای از اینکه خدا کلا از دین اسلام دور کنن، خدا به کفری بزرگتر خدا انتقال بدن. پس از الله تبارک و تعالی برای برادران خود دعای هدایت کامل میکنیم و دعاگو هستیم که الله تبارک و تعالی ما را هم به هدایت نگه داشته باشد و اینها را هم توفیق بده که توحید و راه توحیدی را درست بفهمند و به جای مرتد شدن یا که انتقال از یک دایره شرکی و خرافی به دایره کفری دیگره خود به دامن اسلام و توحید و دعوت ناب اسلامی انتقال بودن تا که هم موفقیت دنیا بوده باشد و هم موفقیت آخرت. از الله تبارک و تعالی بار دیگر برایشان رستگاری و توفیق هدایت کامل را می‌خواهیم.